اوه 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 خون اومد. شکلاتی زد بیرون همین اول کار. خیلی باحاله. یه قاشق هم نمیتونم ازش بخورم. مزخرف. یعنی ببین. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. به مزه‌شو خوش اومدید. امروز قراره که یه پنیر جذاب و متفاوت تست کنیم از برند آلیما که 1-2 ماه اومده و خیلی مزه‌های عجیب غریب و جذاب و متفاوتی رو زده. توی پارت اول بررسیمون 3 تا طعمشو داریم: شکلاتی، گردویی و سبزیجات که قراره بره هر 3 تا اینا رو تست کنیم و ببینیم چه مزه‌ایه. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک، ساب، زنگوله یادتون نره. اگه براتون مقدوره برامون کامنت انگلیسی بذاریم. بریم شروع کنیم. اولین پنیری که قرار تست کنیم پنیر شکلاتی آلیماست با قیمت 87,900. روش نوشته که پنیر لبنه شکلاتی. ببین پنیر خامه‌ایه چون ترکیباش هم نوشته پنیر خامه‌ای. قند و همه چیز پایین، چربیش فقط بالاست که خب طبیعیه چون شکلاته. یه چیز جالبی که توی این پنیرها دیدم قبل از شروع ویدیو که علاوه بر تاریخ تولید و انقضا تاریخ ارزش هم نوشته که خب این به نظر من کار متفاوت و باحالیه که همه این پنیرایی که اینجا هست این سه تا همشون یا اوایل بهش عرضه شدن یا اواخر فروردین 1404. بریم شکلاتیشو تست کنیم. این رخ بسته‌بندیشه و بریم تستش کنیم ببینیم چیه، آلیما چی زده. اینو قطعا با چاقو باز کرد، نه با چیز دیگه ای. اوه شکلاتی زد بیرون همین اول کار. باز نمیشه. به تخماتکترین طرز ممکن باز شد. ای چقدر کثیفی داره این. 250 گرم. اینم یادم رفت بگم. ببین همین الان که من انگوش زدم، بذار رخشو اول بهتون نشون بدم. کاغذو بکنیم دیگه، واقعا خیلی کثیفی داره. این رخشه، یه پنیر شکلاتیه باحال. الان تو همین یه ذره‌ای که من الان مزه کردم از رو همین مزه خام کاکائو میده. دقیقاً مزه خام کاکائو میده و اینشو بگیرم اول. آره مزه خام کاکائو میده، مثل خام کاکائو پاک و دامداران و شکلی که تو بازار هست معروف ترینشونه. اون مزه رو میده. یه بافت سفت و پنیر خامه ای داره. حالا سفت اونقدر شاید نباشه ولی خیلی خوبه. یعنی خیلی باحاله، ولی چون شکلاتش یه ذره خیلی زیاده ممکنه یه ذره زیاد بخوری دلتون بزنه. خب خالی که قطعا نمیشه خورد به این راحتی چون دلو میزنه، میدونم چیه قضیه، ولی باره پنیر خامه کاکائویی من تا الان ندیده بودم کسی بزنه. باحاله، بهش میدم 9 از 10. بریم بعدی. پنیر بعدی که قرار تست کنیم پنیر گردویی آلیماست. خب پنیر با گردو خیلی باحاله، ترکیب جذابیه. درستش هم اینه که پنیر رو با گردو خورد نه خالی. این رخ کاره. قیمت 77,900. 250 گرم احتمال. همشون 250 گرمه. همه چیز هم پایینه، نه چربی داره نه قندی بالاه. و بریم تستش کنیم. باز کردن در اینا مشکل میذاره. بالاخره باز شد. با هم چاقو کاکائویی. پنیر کیوی خیلی راحت ترین. خون اومد. یعنی مزخرف ترین کاغذ و بسته بندیه که الان دیدم همین بود. یعنی یا چاقو خیلی تیز نیست یا این کاغذش مزخرف. پنیر کیوی داشتم میگفتم دستم خون اومد. پنیر کیوی واقعا خیلی کاغذش راحت تر باز میشد. هیچ همه جاشم تیزه. حالا لامصب بریم تستش کنیم. مزخرف. این رخشه، چرا این نصفش اینور پایین نصفش بالا. اینا کنید این رخشه، یه رنگ کرم مانند داره، یه ذره از پنیرهای عادی فرق داره خاص‌تر. بریم تستش کنیم. خیلی سفته. ببین گردوش خیلی زیاده. و ممکنه بزنه دل آدم. یعنی دل آدم بزنه که اصلا مزه باحالی نگرفته. این هم صدق خیلی باشه ولی به نظرم پنیر گردوش رفت تو گلوم گیر کرد. به نظرم پنیر سفید بخرید، حالا هر برندی، و گردو جدا بخرید بذارید تو نون بخورید خیلی خوشمزه‌تر از این میشه. چون گردوش حجم زیادی داره و خیلی ریز ریز. همین الان من رفت تو گلوم گیر کرد و واقعا باش حال نکردم. بهش میدم 4 از 10. بریم بعدی. بریم سراغ آخرین پنیر، یعنی پنیر سبزیجات آلیما که این روش این گوشه نوشته پنیر خامه‌ای با سبزیجات. قیمت 87,900. سبزیجاتش هم که سبزیجات خشک شامل پیازشه، جعفری، پودر سیر، پودر فلفل سفید و عصاره پیازشه است. چربیش فقط بالاست، قند و بقیه چیزاش پایینه. این رخ کاره. بریم تستش کنیم.
آب داره آجی، این چرا نمیدونم آب داره. من تازه نشون بدم آبش بریزه. اب نداره، این رخ کاره، یه همچین چیز سفید چیزیه و آبم داره یه ذره و تو سبزیجات میدونی من خودم خیلی با سبزیجات حال نمیکنم، حتی چیپس سبزیجات هم بیاد جلوم بذارید حال نمیکنم. اینو نمیدونم چجوری باید تستش کنم. این مزخرف، یعنی ببین وای ببین یه قاشق هم نمیتونم ازش بخورم. چرا نمیتونم بخورم؟ من با سبزیجات حال نمیکنم. این یه مورد. شاید یکی با سبزیجات حال کنه، از این خیلی خوشش بیاد، ولی من که با سبزیجات حال نمیکنم و اصلا نمیتونم اینو بخورم، بهش میدم 0 از 10. دومین قاشق هم نمیتونم بخورم واقعا. اما اگه بخوایم رتبه بندی کنیم، بجای این 3 تا پنیر شکلاتی رتبه اولو میگیره، پنیر گردویی رتبه دوم میگیره و پنیر سبزیجات که به نظر من افتضاح ترینش بود از نظر منی که از سبزیجات بدم میاد، رتبه سوم و آخر رو میگیره. دمتون گرم که با ما تو این ویدیو همراه بودید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. پارت دوم یعنی پنجشنبه همین هفته با 3 تا طعم دیگه پنیر آلیما در خدمتتون هستیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. علاوه بر تاریخ تولید و یعنی به هر جای دنیا بگیم اومدیم پنیر تست کنیم، مصدوم دادیم، دستمون خونی شد، به پناهندگی بدیم. میشه رتبه بندی یه بار دیگه بریم، نشد. بخش